شما نسبتتون با هم چیه؟ دوست اجتماعی هست. دوست اجتماعی یعنی چی؟ یعنی بیرون میریم کافه میریم دعوا میکنیم، من شهر میکنم این رفیقم برای ما میجنگه، بعد از اون میریم دیریفت میزنیم، دیریفت میکشیم، ماشین بازی میکنیم، آب میوه بستنی، تنیس، پینگ پول، قیت پول، همه چی هر چی بگی بازی میکنیم، ولی همسر هم دیگه نیستیم. خیلی هم عالی، باریکلا. اسم شما چی بود؟ مرجان. نظرت راجع به مرجان خانم چیه؟ مرجان چش و چاله با تعصب هم میکشه. خیلی هم عالی. نظر شما راجع به آقا حسین؟ خیلی حسین جان عالیان، خیلی از هر لحاظی همه جوره بیرون رفتنی خرج میکنن، فقط رابطه‌ای که ما داریم اجتماعی بابت ازدواج مادرشون راضی نیستن. خب پس یه چالش، آقا شما میخواید با هم دیگه اوکی شید، من اصلا اینجا میخوام یه کاری کنم شما دوتا با هم اوکی شید. به مادرت یه زنگ بزن حسین، بگو نظرت راجع به مرجان چیه؟ الان یه لحظه ماما، نظرت راجع به مرجان چیه؟ بابا بیا دلو بزن به دریا، برو بهش بگو تا کی میخوای شب تا صبح عکسشو زوم کنی نگاه کنی، من دارم میبینم دلت پیششه، برو بهش بگو مامان، نمیشه بهش بگم. برو بهش بگو، راستشو بگو از تو خوشم اومده، عاشقتم. تو اوکی، مشکل نداری. اصلا هر چی که تو دوست داری منم خیلی دوستش دارم، خیلی هم دختر خوبیه، خیلی هم دختر خوبیه. من الان کار تموم میکنم. به دیگه مبارک باشه دیگه آقا حسین، اون کاری که میخواستیم. بابا مبارکه آقا حسین، ایشالله دیگه عروس دستش نکرده، قبولو نداده، قبوله؟ بابا من با چی دست بزنم؟ باریکلا